خب بریم سراغ یه مبحث دیگه که مدیریت حافظه یا مموری منیجمنت که خیلی خیلی مهمه. به عنوان یه برنامه‌نویس ما باید بلد باشیم که حافظه رو مدیریت کنیم. باید بدونیم که اگر مثلا دیتا تایپ اینت داریم استفاده میکنیم چقدر داره جا توی حافظه میگیره، چون ممکنه برنامه‌ای که داریم می‌نویسیم روی یه کامپیوتری باشه که خیلی حافظه محدودی داره، مثلا روی تراشه یه ماشین لباسشویی برفرض. اگه یه محدودیتی داریم که مثلا 2 کیلوبایت فقط حافظه داره، باید به عنوان یه برنامه‌نویس بتونیم به صورت بهینه آپتیمایز شده از اون 2 کیلوبایت استفاده کنیم. بریم یه نگاه کنیم ببینیم متغیرها توی زبون C هر کدوم چقدر جا میگیرن، یعنی دیتا تایپ های مختلف چقدر جا میگیرن. کاراکتر اول لیست حالا دیتا تایپ های مختلف، ما هنوز غیر از اینت چیزای دیگه شو کار نکردیم، ولی تایپ های در واقع خیلی ساده هستن. توضیح میدم همینطوری که هر کدومشون چی هن. اینتو که دیدیم که عدد صحیح بود، اینت 4 بایته، یعنی وقتی یک متغیر اینت رو تعریف میکنیم یک عدد صحیح توی حافظه 4 بایت رو اشغال میکنه. هر بایت 8 بیته. اوکی؟ کاراکتر 1 بایت حافظه اشغال میکنه. دیتا تایپ شورت 2 بایت اشغال میکنه. دیتا تایپ لانگ 4 بایت اشغال میکنه. یه دیتا تایپ هم داریم لانگ 8 بایت، فلوت 4 بایت و دابل هم 8 بایت اشغال میکنن. حالا یعنی چی؟ بریم یه نگاه بندازیم. بیایم از دیتا تایپ کاراکتر که 1 بایت بود شروع کنیم. کاراکتر 1 بایته. 1 بایت یعنی 8 بیت. هر بیت داخل کامپیوتر یا میتونه 0 باشه یا 1 باشه. یعنی وقتی من 1 بایت دیتا دارم، 1 بایت داده دارم توی حافظه که به صورت 8 بیت حالا داره ذخیره میشه، این شکلیه. من اگه اینو بیام 1 2 3 4 5 6 7 به 8 قسمت اینو تقسیمش کنم، این میشه در واقع 8 بیت یا همون 1 بایت. این 1 بایت داده منه. حالا این میتونه توی هر خونه‌ای، هر کدوم از خونه‌هاش یا مقدار 0 بگیره یا مقدار مثلا 1 بگیره. اوکی؟ خب پس کاراکتر من وقتی که مثلا یک متغیری به اسم کر، مثلا مای کر برفرض، این اسم متغیرم، میام تعریف میکنم و اینو مساوی یک کاراکتر قرار میدم. کاراکتر رو توی تک کوتیشن قرارش میدم اینجوری. کاراکتر مای کر، این اسم متغیرمه، مساوی کاراکتر A. اومدم کاراکتر A رو ریختم توی متغیر مایکر. اتفاقی که میفته توی حافظه، این کاراکتر به صورت عددی میاد داخل 1 بایت حافظه میشینه. یعنی این میتونه بیاد اینجا قرار بگیره. حالا دقیقاً A این شکلی نمیشه، من فقط یه مثال زدم، ولی میاد اینجا قرار میگیره. همین اتفاق برای اعداد هم میفته. من داخل کاراکتر میتونم حتی عدد هم بریزم. یعنی چی؟ یعنی لزوما نیاز نیست که من بنویسم کاراکتر مثلا مایکر مساوی A یا B یا C یا هر چیز دیگه. میتونم حتی عدد 1 رو مثلا بهش بدم، چون پشت زمینه اتفاقی که میفته همیشه کامپیوتر با اعداد و در نهایت با 0 و 1 داره کار میکنه. یعنی اگه A باشه B باشه، این داره میشه عدد، داره میشه 0 و 1. اگه 1 2 3 4 هم باشه که خودش عدده.
حالا هر کدوم از این متغیرهای من که هر مقداری میگیرن باید یه جوری توی حافظه نشون داده بشن دیگه. یعنی باید یه قانونی باشه که من وقتی یه مقدار اینجا دارم مینویسم تو حافظه، تو رم، وقتی دارم میخونمش خب بفهمم که این منظورم مثلا کاراکتر ایه، منظور من کاراکتر مثلا عدد 1. حالا اینو چطوری میتونم انجام بدم؟ این چه اتفاقی میفته تو کامپیوتر؟ این خیلی مهمه. حالا اینو ما فعلا بزنیمش کنار این مثالو. فرض کنیم که من عدد 1 بگیم عدد 1 رو میخوام توی 1 بایت حافظه نشون بدم. اوکی؟ ما این عددی که داریم در مبنای 10 هست. این عددی که ما باهاش کار میکنیم روزانه توی ریاضیات و غیره مبنای 10 هست. مبنای 10 یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدد بعدیم که 10 هست میشه یعنی 9 به اضافه 1 9 با 1 میشه 10. اینجا 0 میذارم و 1 میاد بالا، اینجا هیچ عددی نیست پس 1 میاد پایین و این میشه 10. این یعنی من دارم در مبنای 10 کار میکنم. اوکی؟ توی کامپیوتر ما با مبنای 2 کار میکنیم. مبنای 2 همون 0 و 1 یعنی اعداد من 0 هستن یا 1 هستن. حالا توی مبنای 2 من چطوری میتونم اعداد رو نشون بدم؟ خب عدد 0 اینجا بنویسم. عدد 0 در مبنای 10 این قسمت مبنای 10 اینجا مبنای 2. عدد 0 در مبنای 10 که 0 در مبنای 2 هم 0. عدد 1 در مبنای 10 که 1 در مبنای 2 هم 1. از عدد 2 به بعد توی کامپیوتر دیگه درست نمایش داده نمیشه. یعنی ما باید یک راهی داشته باشیم برای اینکه اینو بتونیم نمایش بدیم. چی کار میکنیم؟ میایم مثل تو قسمت 10 دهی که 9 به اضافه 1 میشد 10، 0 رو میذاشتیم اینجا، 1 رو میبردیم یه رقم اونورتر تو قسمت 10 دهی. میایم چی کار میکنیم؟ همین کار رو انجام میدیم. یعنی 1 وقتی قرار بشه 2 به اضافه 1 میشه دیگه. الان توی مبنای 2 الان این جمع من دارم انجام میدم، یعنی 1 به اضافه 1 میشه 0 چون 2 وجود نداره. مثل مبنای 10 که 9 به اضافه 1 میشه 10 یعنی اینجا 0 میاد چون 10 به خودی خودش عددش وجود نداره. 1 به اضافه 1 میشه 0، یه دونه 1 میاد این بالا، اینجا هیچی نداریم و 1 میاد پایین. در مبنای 2 عدد 2 به صورت 1 0 نشون داده میشه. این 10 نیست، 1 0. به همین شکل میریم جلو. 3 میشه 1 1، 4 میشه باز این عدد به اضافه 1 که میشه 1 0 0، 5 میشه 1 0 1 الی آخر. پس ما میتونیم اعداد رو در مبنای 2 با 0 و 1 نشون بدیم. تو حافظه هم تو کامپیوتر اعداد همین جوری قرار میگیرن. اگه من یک کاراکتر 1 بایتی داشته باشم یعنی حافظه من 8 تا رقم جا داره. 2 3 4 5 6 7. یعنی اگر من بخوام عدد 0 رو نشون بدم همه اینا میشه 0. اگه بخوام عدد 1 رو نشون بدم این میشه 1 چون 0 پشت عدد معنی نمیده دیگه، این میشه 1. اگه بخوام 2 رو نشون بدم میشه 1 0. اگه بخوام 3 رو نشون بدم میشه 1 1. اگه 4 رو بخوام نشون بدم باز میشه 1 0 0. اوکی؟ پس من میتونم
توی این 8 بیت تا در واقع رقم 8م 1 و 0 رو اینجا بذارم و تا چه عددی میتونم این کار بکنم؟ بریم نگاه کنیم. اینجا رنجش رو نوشته کاراکتر که 1 بایت هست از منفی 128 تا مثبت 128 رو میتونه ساپورت کنه. حالا چرا منفی 128 تا مثبت 128؟ یه موردی اینجا باید دقت کنیم. وقتی که 8 تا بیت جا داریم توی در واقع مبنای 2، من میتونم تا 255 یعنی از 0 تا 255 رو اینجا عدد دهی کنم. حالا چرا رنجش رو نوشته برای من منفی 128 تا مثبت 128؟ به خاطر اینکه اگه بخوام اعداد منفی رو هم توی این معادلم در واقع تو مموری جا بدم، دست چپ ترین بلاک حالا توی اون مموری، حالا همیشه اینطوری نیست ولی معمولا نرمش اینه که اون عدد دست چپ ساین عدد هست، یعنی مثبت یا منفی بودنشه و اگر 1 باشه منفیه و اگر 0 باشه مثبته. اوکی؟ پس اگر من این یه دونه بیت رو حذف کنم، به جای 255 تا کاراکتر جا برای 128 عدد دارم، یعنی از 0 تا 128 رو من اینجا میتونم در مبنای 2 نشون بدم. چطوری؟ همونجوری که توضیح دادم، این 0 بعد 1 بعد میشه عدد 2 مثلا میشه 1 0، عدد 5 مثلا میشه 1 0 1 الی آخر. این عدد رو من میتونم تا 128 مثبت و 128 منفی نشونش بدم. خب یه مسئله‌ای که هست، من توی محاسبات گفتم منفی 128 تا مثبت 128، ولی نه، منفی 128 تا مثبت 127 که در واقع خود صفر هم حسابه، میشه 255 تا و توی اون سایت اشتباه نوشته بود، من از منفی 128 تا مثبت 127. اوکی، پس یه بار دیگه برگردیم روی اینجا. یعنی من اینجا میتونم اگر این سایند باشه از منفی 128 اینجوری تا 127 مثبت این تیکه عدد دهی کنم و اگر هم که سایند نباشه، اگر فقط بخوام اعداد مثبت رو اینجا بنویسم، یعنی این یه دونه بیت هم من داشته باشم که میشه 0 تا 255. این مسئله خیلی 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 مهمه و باعث میشه که یه دید خیلی خوبی داشته باشیم برای برنامه‌هایی که قراره بنویسیم که توی حافظه متغیرهایی که تعریف میکنیم چجوری میشینن، اگر مثلا یه کاراکتر تبدیل به عدد میشه تو حافظه چه اتفاقی میفته و غیره. پس اگه همین کار رو من بخوام برای مثلا اینت انجام بدم، پس کاراکترمون 1 بایت بود، 8 بیت. اینت چقدر بود؟ اینت 4 بایت بود و انگار میشه 4 ضرب در 8 بیت دیگه، میشه 32 بیت. یعنی من توی همون بلاک حافظه که حالا با 1 بایت کار کردم 32 بیت اینجا 32 تا جا دارم که میتونم 0 و 1 بذارم. پس عدد خیلی بزرگتری هم میتونم توش قرار بدم دیگه. یعنی اگه من اینجا نگاه کنم، اینت من نوشته 2 یا 4 بایت که حالا دیدیم که با هم دیدیم 4 بایته، از منفی 32768 تا مثبت 32767 رو میتونه تو خودش جا بده. اگر هم شورت باشه 2 بایت باشه، منفی 32768، البته نه این ببخشید برای اینت 2 بایتی بود، اینتی که 4 بایتیه که ما استفاده میکنیم منفی 2,247,483,648
تا 2,247,483,647 رو میتونه توش جا بده. اون عدد منفی 32,000 2 بایت بود. لانگ 8 بایته که یه عددیه که اصلا نمیتونم بخونمش. و یک موردی که در موردش صحبت نکردم unsigned. ما اومدیم گفتیم که اگر اون بیت اولی ما بیایم رزروش کنیم برای ساین، برای مثبت یا منفی بودن عددمون، یه بیتمون رو از دست میدیم، ولی خب از اون ور میتونیم رنج منفی ها رو هم بیاریم توی اون متغیرمون، میتونیم عدد منفی هم بهش بدیم. ولی اگه نخوایم اون یه بیت رو بدیم برای ساین مثبت یا منفی عددمون، میتونیم پشت اون دیتا تایپمون کیورد unsigned رو بنویسیم. یعنی اگه بنویسیم unsigned char 0 تا 255 داریم، دیگه عدد منفی نمیتونیم بهش بدیم. اگه بیایم بنویسیم unsigned int، دوباره 0 رو داریم تا 4 میلیارد و خورده‌ای و همینطوری پشت تمام دیتا تایپ ها میتونیم unsigned رو بیاریم، برای اینکه بگیم من برام منفی مهم نیست، اون یه بیتو نیاز دارم، به هم بر عدد مثبت اون یه بیتو بده.